دونجوان به چی میگن؟ بله خب شما دونجوان قزوین بودید. نه بابا بگذارید خواستم بدون که دونجوان یعنی چی معنی شد. خب شما میدونید معنیش یعنی چی. بهتر از که ندونم. محصول اینه که شما اگه این خاطرات رو به صورت حقیقی بنویسید روزی 1 ساعت به عنوان تفریح هم شده اتفاقا آدم لذت میبره و خاطرات یعنی زندگیشو ورق بزنه از قدیم دوباره زندگی بکنه. چی میگی ماما؟ مثلا از بچگی از انجام پدر بزرگ شما رو فقط یک قشنگ انگلیسی نازنین با فرهاد حرف می‌زد من کیف کردم خیلی زیبا. نازنین اگه اردو داشت میشه فارسی قشنگ حرف بزنه. آخه ایشون هنوز زبان غلط کامل زبان اولش داره آمریکایی میشه. بابا بزرگ شما هم موتورسیکلتتون کجاست؟ نه کجاست؟ تو اشتباه الان آمریکاست. تمام پلیس ایران یادتون میاد الان مثلا پلیس ایران اکثرشون حالیده نیست. فقط کرونا است تازه نیست. داره خیلی دهنده بغل گر میره بالای کوه خیلی قشنگ قدرت زیاد فوق‌العاده ای داره. صندلی داشت به این چکار کنم؟ چیه؟ میشه بخوای بری؟ خب برو خونه بری چرا اینجوری میکنی؟ میره استار میده. بابا پلیس ایران همش مرسدس و هالی دیویدسون. راست میگین؟ پلیس ایران ماشیناش تمام مرسدس. الان هنوز پلیس هست به اون صورتی دوره شاه؟ نه من نگه نداشتم. پاسدار همون لباسه همون ماشینه. اون آدمی که رفته توش فرق ریشته. اون وقت بیشترش ممنون بودم. آره بابا من سربازی بودم حتما داشتی روش داشته باشی. مینداختن زندان آدمو. تو هیچ جای امریکا مثل نیویورک بیگلای خوب نداره. اینا رو بهش میگن بیگل. اینا رو هم اینا رو چیز فرشمد هست. ما فرشمد گرفتیم. خانم بیایید بچینید بکنید شما. آره روز به میدونی اینا اصلا همونجا درست میکنن تو مغازه ما میخریم. don't have to یکم باید که ایشون کامشین بشه که ایشون رو لاغر بشینه در چپور کنم توی وجودی. I would do it ولی نمیذارم من بابا بزرگ میگن که من خیلی خرابکاری میکنم. شاله اونو بانی کردی که نخور بود. نه بیا بشین جای روز به جای شما بریم این کار بکنم. آره شاله میذارید من یکم بگیرم خیلی. بابا میخوایم از شما بگیریم فراد جان. من بگیرم تو ببینیم. بای. میدونی چیم؟ الان کار میبینم. نه باز از صورتتون درست این استاتو درست کنید. میاد until you can see your pores. فارسی هم اصلا میرم توی پوست. میاد کلاسا خب همونجا میگیرن. I don't want to see this. وقتی 10 سال دیگه گذشت گردش میبرین آره قشنگتره که این ذره بیاری نزدیک صورت. بعد میگی داشت تازه داشتم CD روش در میآوردم. عجب جالب بود. چه دوران خوبی بود. هنوز من هیچ گذاشتی یا نه؟ دوران دانشگاه بله وقت نمیشه. خیلی فرمانده امروز سیبیلتو میزن. خدا یه تحولی در زندگیت میشه باور کن. میری اینقدر خوشتیپ میشه. خانم من ناراحت میشم. دیده شما رو بدون سیبیل. خب من که تقصیر ندارم. دستم بسته. Baba, take a picture of my poor son. نصف سیبیلمو علیزم بذار شهله آی کار بابا همین. بعد یه دفعه مسافرت بیزنس طولانی که رفتم بیافته تو گیاه نگیرید بعد میشه لبتون طور میکنه ایتی بله آدمی از حال طبیعی چرا خارج میشیم مشکلی نه کارم اینجا رو که میکنی بعد میفته بله من دوست دارم. خانوم بیبی زش میشه آره
چراغ نظری رو که نهنگ و اینا رو نشون میداد براتون ضبط کردم. خلاصه همین دیگه، امیدوارم که ازش خوشتون بیاد و لذت ببرین. همین. خب به امید دیدار هرچه زودتر. خداحافظ.